البته خطاگی پدر و مادر را گفتن در کار. ما نمیتوانیم بگوییم که پدر و مادر هرگز خطا نمی کنند. موردهایی می شوند که به ما چیزی را می گویند که تماما موافق طلبات زمانه نیستند. خوب می شود که ما به آنها خوب فهمانیم تا که آنها نیز ما را نقص درک کنند. پدر و مادرانی هستند که دخترانشان را خواندن نمی مانند و آنها را مجبوری به شوهر می دهند و در این حالت فرزند می تواند بر خلاف پدر و مادرش بخیزد. مگر این خطای پدر و مادر نسبت فرزندشان نیست؟ باید انسان خطا را گوید، یعنی که نه همه خطا را، این خطای اونقدر بزرگ نباشد او را نگوید هم می شود، اما این خطای بسیارتر باشد که یعنی که به ما بسیار تاثیر منفی رساند، این را باید حتما گوید. یعنی به عقیده من پیش از همه پدر و مادر در زندگی انسان از همه شخص عزیزتر و از همه شخص مقدستر می باشند. ما نباید که به خاطر یک اشتباه ایشان خطای آنها را به چشمشان نشان دهیم، بلکه می باید صبر کرد که تا آنها خود خطای خود را درک نموده وضعیت را با یک موازنه معین درآورند. پدر مادر یگان بار دور نمیشه. چخیل هم قشیده گپ زدگی نیست روی پدر و مادر. یگان گپ چیز زدگی نیست. بود است مثلا کاری که به نظر شما همون کار خطا بود اما شما نگفتید؟ بوده است بله. نکی گفتگی نیستم. برای چی پس؟ گفتن نتونستم. این گفتن نمیتونم. پدر و مادر من خطا کردگی نیستن و نه که من گفتگی نیستم یگان بار خطاگیشونه. به فکر شما درست است مثلا خطاگیشونه در روشون نیستن یا نه؟ خیر بعضی خطاگی میشد که ما نمیتوانیم فرزندان با اون دخالت کنیم یا که با اون خطاگی اونها رو گوییم. این خیلیشم شدنش ممکن نه که خیر با گفتی من یگان پدر مادر خطاگی نمیکنند. آنها فقط خوشی فرزند و نکی فرزند میخوان. از همین سبب ما میتونیم خطاگی پدر مادر را به خودشان مقدمه گوییم. اگر مثلا پدر یگان خطایی کنه و یگان برادرش رفیقشون فهمن بزه میشه.